این چیه؟ گوشیه دیگه. خورد. روشن شد؟ آره روشن شد. نوشته فرانک، شماره واسه ایران نیست. این گوشی واسه شماست؟ چی میگه؟ رمز داره حالا لامصب. آه پسر اینجا رو نگاه. این یه آدرسه. نویز داره. خب ببین کیه الان؟ هیچ کس دیده نمیشه. اصلا مزاحم چیزی بوده. بیا سویت گوشی میشه. کمکتون کنم؟ باشه این چیه؟ این مراسم قربانیه. خیلی خوب. برابط سلام. چه خبر؟ میدونم خیلی تعجب کردین از اینکه اینجام و راستش رو بخوام من یه چند روزی اومدم مسافرت که نه یه شهر دیگه یه کاری داشتم مجبور شدم بیام اینجا این فیلمو ضبط کنم و این فیلم خیلی یهوییه بچه‌ها. خب میدونم الان هوا روزه و اینا چون یه کاری دارم مجبورم این فیلمو الان واسهتون ضبط کنم و خلاصه اگه بک‌گراند و اینا یکم نامناسبه ببخشید واقعا. همین امروز فردا میرم چند تا نور میخرم که تا اون چند روزی که اینجا یکم بک‌گراند قابل تحمل‌تر باشه. امشب بچه‌ها من چرا این فیلمو یهویی ضبط کردم؟ یه پرونده جنایی واسهتون پیدا کردم که این پرونده جنایی اونقدری وحشتناکه که هر چی واسهتون بگم باورتون نمیشه. اینجا شاید حس عجیبی داره. خب موضوع این پرونده جنایی مربوط میشه به یه مادری که با بچهش میرن توی یه فروشگاه و بچهش خورده میشه. این صحنه وقتی با بچهش میره توی این کیه؟ احمده. احمد؟ یا خودی چه خبر؟ چیکار می‌کنی؟ از این ورا؟ از مرسی میام. دوربین دستته؟ آره داشتم فیلم میگرفتم. مزاحم شدم. تقریبا. چه خبر؟ چه از این ورا؟ سعید نگاه کن. 2 کوچه اینورتر از گوشیت این پیدا کردم. این چیه؟ گوشیه دیگه. تو جوب افتاده بود. خب چرا آوردیش؟ آره نمیدونم شاید صاحبش گمش کرده باشه. بابا گمش کرده خودش بند بیا رو بذار. شاید دنبالش بگرده. من افتاده از دستش. نمیدونم از کجا پیدا کردی گفتی؟ 2 کوچه اینورتر. از همینجا. بیا برو تو سرجش با پیدا میکنه. وایس خاموشه نگاه. شارژر بابا نداری گوشیه شاید با پلیس بیاد پیدا کنه. فکر می‌کنی مثلا دزدیدیم اینو. خاموشه یا روشنه؟ خاموشه. شارژر نداری به این بخوره. به اینجاش. چرا یه شارژر داره مال تبلت میخوره بهش. برو بزن به شارژ روشن. یه شارژر همینجا هست. کجا بگیریم؟ فقط اگه بخوره. خورد. روشن شد؟ آره روشن شد. درسته من. خوبه این باشه شارژ بشه بعد به صاحبش زنگ میزنی. خب داریم شارژ میشه. ده شارژ میشه. 10% شارژ. حل این اینجا باشه. این 15-20% شد زنگ چیز کن بریم به صاحبش زنگ بزنیم. شاید شماره موارد داشته باشه. آره. داری چی درست میکنی آجی؟ نپرس ببین چی پختم. ماهی اینا الان. اینجا هنر آشپزی. نگاه وو مای گاد بیبی. دیدی تو ببین سعید ادویه فراوان. اینقدر نرید ادویه به قرآن بدمزه میشه. ادویه خوراک مزه تو چی؟ سعید زنگ میزن پیتزایی بیاد دیگه الان. سعید تو چه فلفل کم زیاد دارم. سعید رنگو ببین لعابو ببین لعابو ببین. سعید یه چی بگم ناراحت نمیشی. تو این غذا رو با پیتزا عوض می‌کنی. باشه یه چی بگم ناراحت نمیشی. نه. بدون شوخی هر وقت تو آشپزی کردی خرابش کردی غذا رو دیگه. خدای دستپخت تو رو سگ نمیخوره. به قرآن دستپخت تو رو سگ نمیخوره دیگه. ماهی ها رو حیف نکن. سعید این فیلم جدیدته.
زهر ما رو میکنی واسه من؟ چیه اینا؟ به فیلم چیزی دست نده، جدیدته؟ جون هم چیزی دست نه نده. به خدا نه. این سایتر رو بذار بدبختی پیدا کردن. این پرونده جنایی رو شنیدی؟ نه جدیده. آره البته جدیدم نیست دیگه. نه تعریف کن آجی بگو. نه واسه چیه؟ فیلممو ببینیم میبینیم. آجی یه کوچولوشو بگو دیگه بفهم. حالا چون بچه خوبی هستی خلاصش رو واسط میاد. ببین یه سایت پیدا کردم، یعنی اینقدر پرونده جنایی داره توش که نگم. این پرونده جنایی که می‌خواستم فیلمشو بگیرم که شما مزاحم شدی، یه مادری بوده خب خب با بچه‌اش میره توی یه فروشگاه. بعد اینا که توی فروشگاه بودن این بچه توی چند سالش بوده بچه؟ بچه 6 سالش بوده. توی سبدای خرید هست. چیز میگن این بچه توی اون سبدا بوده با مامانش توی فروشگاه میگشته. بعد این مامانه یه گوشه وایساده بوده، خود مامانه تو مصاحبه این حرفا رو زده. یه گوشه وایساده بوده داشته رو بند. بچه‌ه توی یه ظرف گذاشتن و خوردنش. تو رو به قرآن یعنی عکسش هست. نشون بدم خوشونت آمیز نباشه بود. سعی یه بو شد. غذا سوخت. آجی سعید جان ای میای پیشم غذایی که این همه هنر آشپزی بود همش چه بهتر سوختش آجی. برو قسمت زنگ میزنیم پیتزا بیارم. بله حرف من شد. الو سلام خسته نباشین خوبین قربون شما خیلی ممنون. یه دوتا نه یه پیتزا قول یا خانواده؟ خانواده بگیر دیگه کل زیاد. یه پیتزا خانواده میزم اگه به همین آدرسی که میگم بفرست. خیلی خوب اینم الان میاره تو کارم. مایا واقعا حیفش دیگه اینجا نمیدونید چی فهم شد؟ ولی که امروز آقای چهار میگه نمیگم هیچ اگر من درستی کنی نه که گفتم اگه حالی نمیشه نه این سر شروع به هی آقای چهار میگه آقای چهار آقای چهاری شرطو کم کن گفتم دور کم کن دیگه پروشنی شرطو کم کن بیا که پیتزا رو آوردن. افهم موضوع شد تو اینجاست. گوشی کیه؟ گوشی توه؟ کمرم خوش شده پسر. کیه؟ این هم گوشی که پیدا کردی؟ چی؟ آره فکر کنم صاحبشه. جواب بده وایسا جوری میاد. نوشته فرانک شماره واسه ایران نیست. جواب بده الو؟ صحبت الو کن. سلام خسته نباشی. این گوشی واسه شماست؟ چی میگی؟ ببخش من نمیفهم چی میگی صداتون بد میاد. صدا میاد؟ ما این گوشی رو 2 کوچه اونورتر پیدا کردیم، رفیقم پیدا کرده. این گوشی واسه شماست؟ چی میگی؟ قطع کرد. کی بودی؟ نمیدونم. شماره‌اش از ایران نبوده. آره برای گوشیش فارسیه سعید. دقت کن آره. تصویر زمینش نگاه. این گوشی تو هم از کجا پیدا کردی؟ دقیقا 2 کوچه اینورتر دیگه. سر کوچه بود. 2 کوچه اینورتر. تصویر زمینش این چجوریه روشن؟ تصویر زمینش رو نگاه. این یه چیز صاحب گوشی کی بوده؟ رمز داره حالا لامصب.
چی میگفت یارو از یک کشور دیگه زنگ زده نمیدونم آره واسه شاید دوباره زنگ میزنه ببین اگه دوباره زنگ زد جواب بده خب بهش بگو باش. آقای گوشی شاید چیز باشه شاید یک جایی بوده یکی زنگ زده اشتباهی یا شاید هم مثلا آنتن روش مشکل داشته ببین این تعمیراتی سرکوچه بازه خب الان که فکر کنم دیر رفته فردا برو بگو این رمز گوشی رو باز کنه خب رمز گوشی رو باز کنه که بریم به صاحبش زنگ بزنیم که حالا اگه مثلا چیزی زنگ بزنیم این هم اینجا باشه دیگه زنگ زد حواس باشه بهش شب این اومد یو سلام، چطوری؟ چی شد؟ چه خبر؟ حالی میگه بردمش تعمیراتی گوشی رو خب گفتم رمزش رو میتونین بازش کنین اینا گفت باید جعبه گوشی باشه همراهت یعنی جعبه گوشی رو براش ببرم جعبه گوشی رو از کجا آره دیگه همینو نداریم بعد یه چیز دیگه هم گفت راستی چی گفت؟ گفت که اگه رمزش رو بتونه باز کنه تمام اطلاعات گوشی پاک میشه یعنی هیچی توش نمیمونه اطلاعات گوشی آره، چه ربطی همش به رمز داره؟ معمولا فلش بزنن اونجوری آره دیگه خب همین کارو پیش چند نفر بودی مگه؟ دو تا تعمیراتی بود خب این که به درد مفت نمیارزه چیکار کنی؟ آره دیگه ببین تصویر زمینه این گوشی رو دیدی یادته آره نه؟ ایلومیناسی بود خب اون یکی بهمون زنگ زد دیدی چه آهنگ پخش شد یادته؟ خب پس 100% اون صاحب گوشی که این گوشی دستش بوده یه کسی بوده عاشق این فرقای مخفی ایلومیناتی اینجور چیزا بوده نه؟ رمزش هم پس یه جوری ربط داره به اینا دقیقاً شاید رمزش رمز مخفی مربوط به ایلومیناتی باشه به چند تا رمز تو گوگل هست مثلا این کدای مخفی ایلومیناتی شاید بیاره خب بریم امتحان کنیم 4 تا 6 بزنم نه؟ 4 رقمیه دیگه کد آره 4 تا 6 نشد 7 666 نشد 2 تا 6 تا 3 بزن نشد 2 تا 13 بزن 13 عدد فراماتونیه نشد آره دیگه در رابطه همین ایلومیناتی و یه عدد مخفی مال ایلومیناتی ولی خب عدد مخفی چی راجع به چی باید تلقی کنی مثلا تاریخ تأسیس ایلومیناتی سرچ کن توی گوگل سرچ کن اینا چنده 1 می 1776 بزن تو یادت نرفته بزن خب نگاه 1 می 1776 1700 خودشه پسر خودشه 1776 من که چشم آب نمیخوره اشتباه بود اینم نه اوه پسر اینجا رو نگاه یارو کی میخواد باید کلاجی 1785 یکی از ایناست شرط میبندم یکی از این بزن یادش چی میتونه باشه سعید یه فکری دوروبر این گوشیه رو بگرد شاید یه عددی نمیدونم یه چیزی باشه که بتونیم رمزش رو پیدا کنیم از توش شاید نمیدونم یه عددی دوروبر این گوشی باشه گوشی بردار فکر بدی نیست قشنگ نشون میده دیده میشه؟ آره روی بک‌گراند نشستن یه عدد ریز شاید مثلا باشه هیچ نیست هیچ پس بعد اینو فردا بری همون جایی که پیدا کردی بذاری سر جاش اصلا پشتش هم باز کنم اینم پشت گوشی
دوستانشون برم. هیچ عددی نداره اینجا هم هیچ عددی نداره. آره بازش کن به خدای بازش کن. خدایی یه کاغذه خدایی کاغذه در خونه ما بود. آره همینجا زنگ زد. بیا ببینم کیه. چرا ولش کنی؟ شاید مثلا بابا بیا دیگه. منو چرا برمیداری وقتی یه دوربین هست؟ بیا برو ببین کیه این موقع شب. برو ببین کیه. با این موقع شب کی میخواد باشه خب؟ آیفون چه مرگش زده؟ چرا اینجوری شده این؟ چرا نویز داره؟ خب ببین کیه الان. الان هیچ کس دیده نمیشه. مثلا مزاحم چیزی بوده. بیا نه صاحب گوشی باشه. درست میگی. نه سلام بفرمایید. کسی اینجاست؟ کیه؟ هیچ نیست. بیا سریع. آقا کسی اینجاست؟ چراش که جواب نمیده. مگه میشه هیچ کس نباشه؟ سلام میتونم کمکتون کنم؟ این کیه؟ احمد آیفون دیدی؟ نه خاموش شد. چی شد؟ چه کوفتیه احمد چی شد سعید؟ احمد ببین بگو دیگه. یکی اینو گذاشت همه در رفت. ببین لباس سیاه داشت، ماسک سفید هم تو سرش بود. اینو گذاشت روی در ایسکا رفت. میکنی تو رو قرآن سعید ایسکا میکنی منو. چیه الان؟ چی نوشته است سعید؟ چی نوشته است؟ چی؟ نه استیو کجاست؟ یعنی چی؟ استیو نکنه ربطی به هم گوشی داشته باشیم. آیفون رو سعید واقعا من از باورم نمیشه. به قرآن یکی لباس سیاه. استیو کیه؟ الان دنبال گوشیان. استیو کیه؟ باشه قشنگ فیلم گرفتی ازش. نمیدونم. بازی الان باباش بیار اینجا ببین هر کی زنگ زد دیگه جواب نده. خب هر کی زنگ زد جواب نده. ببین اون رمزه تو گوشی با هم بودو بیا کده کجاست؟ دوربین لامصب. همین بود نه؟ آره همینو بزن رمزش. سعید مطمئنی یه چی پشت در بود؟ من هنوز باورم نمیشه به خدا. این رمز نیست. چیه سعید؟ این یه آدرسه. این یه آدرسه. آدرس چیه؟ آدرس چه ربطی به گوشی داره آدرس؟ این آدرسه چقدر آشناس واسم. یعنی چی؟ سعید
هی سعید چی آشناست؟ کجاست؟ آدرس کجاست؟ باید بریم به این آدرسه. یعنی چی بریم؟ سعید واقعا میخوای بری؟ واقعا زنگ بزن به صدر که کم جمعیتمون بیشتر بشه. گوشیت کو؟ ببین یعنی چی بود دقیقاً؟ قرآن یه آدمی بود که خب عین ماسونا لباس پوشیده بود، لباس سیاه با ماسک سفید. نمیدونم فازش چی بود. اما بعد بریم به همین آدرسه. خب کی؟ سعید کی؟ شاید صدراست. برو جواب بده. برو خدا فقط صدرا باشه. خدا کیه؟ صدرا. بیارا نمیدونم رفتنمون به این آدرس درسته یا نه. آدرس دست توی صدرا درسته؟ ببین آدرس خیلی واسم آشنا بود. این آدرس خیلی واسم آشنا بود. فقط امیدوارم همون آدرسی که پیش بینی میکنم نباشه. آماده این؟ میتونستیم بذاریم فردا صبح بیایم ولی مگه میشه پشت گوشی رو باز کردم توش یه آدرس بود. تعریف کن قضیه رو به صدرا. یعنی چطور ممکنه؟ الان صدر پلاک رو ببین کدوم پلاکه. پلاک چنده بشه؟ 6. آره. خب این یکه، این دوه، اونجا 4. وای 100% این تا هم 6. یعنی من باورم نمیشه این پلاک همون پلاکه. این آدرس همون آدرسه. هیچ وقت فکرشو نمیکردم دوباره به این خونه متروکه بیام. بچه آمده این پشت سرم بیان. بیا هیچ کس نیست بچه، هیچ کس نیست. اومدیم. آقا کسی اینجاست؟ بچه ببین حواستون جمع باشه، هر چی دیدیم فرار کنیم. اوکی؟ بچه بیان بازم اینجا هیچی نیست. این دستشوی همون رو بگردم این چیزی نمید. کیه سرصدا؟ آه سرصدا نکن دیگه. سرصدا بیا. چی دیگه؟ سر چی؟ چی دیدی؟ به قرآن یه زن تو بچه. چی؟ به قرآن یه زن تو بچه. جدی داره میگی سر؟ به قرآن یه زن تو بچه. حاجی بیا بگیم صدرا کارت نکنه کارتون کارت میشه. حواستون باشه. یواش پشت سر به قرآنی که توش حاجی کسی اونجاست. سلام ببخشید سلام. چه بریم جواب نمیده. هیچ جواب نمیده. به خدا جواب نمیده. سلام ببخشید ما قصد مزاحمت نداریم. یا خدا بچه به قرآن یه پیرزنه. سعید بیا بریم واسه اینا بچه این پیرزن نیست، این ماسک زده. آقا سلام
بچه به خدای ماسک زده. مواظب باش. آقا سلام. نزدیکش نشو سعید، نزدیکش نشو. آقا سلام. جواب نمیده. مرده؟ این مرده؟ حاجی بیا بریم ایسا. سعید نگاه کن، بیا بریم. بچه بریم. چی؟ چی شده؟ اینجا چی کار میکنید؟ بهم کسی دیگه توی خونه نیست؟ نه ما با کسی صدا شد. صدای صدا نشنیدی همین الان. ما با کسی قرار نیست آزار برسونیم. ما یه گوشی پیدا کردیم. خب یه گوشی، این گوشی رفیقم اینو پیدا کرده توی جای کوچه‌ام. بعد که پشتشو باز کردم دیدم یه رمز توش نوشته، یه آدرس. تو این آدرسی که پشت سایه گوشی تو، ما این گوشی آوردیم بهت تحویل بدیم. اینو رفیقم جای کوچه پیدا کرده. چیه صدا؟ اما دیگه برگرد بردارم. حاجی خودت برو پردارتی، مواظب باش. برش رو بیارم. این گوشی چیزه. من پیدا کردم. این گوشی رفیقم از دو کوچه اونورتر جای خونه‌مون پیدا کرد. بعد ما وقتی تصویر زمینشو باز کردیم دیدیم جای ایلومیناتی اینا نوشته. همین. بعد ما خواستیم رمز رو پیدا کنیم. با رمز این گوشی رو خواستیم پیدا کنیم. وقتی پشتشو باز کردیم دیدیم یه همچین چیزی نوشته. یکی بریم بردار. من هیچ حرف نمیزنه.